دل بده این بچه‌ها چی میگن. مسئول دزد و مجلسی مفخور کنسله، رهبر دزد و دروغگو و شارلاتان و غریب پرست کنسله، پروپاگاندا کنسله، فیک نیوز کنسله، پول مردم تو جیب آقازاده ها کنسله، ورزشکار حکومتی، ورزش سیاسی، زیرمیزی و رانت کنسله. تیم ملی پولی و قهرمان طرفدار رژیم هم نه فقط برا من، برای کل مردم ایران کنسله. حجاب اجباری، گشت ارشاد، نابرابری حقوق زن و مرد کنسله. نگاه جنسی و استفاده تبلیغاتی از زن کنسله. ازدواج دختر بچه ها کنسله. بلاگر حکومتی و ارزشی و سایبری و نفوذی و پرستو کنسله. رپرهای حکومتی با خواننده های حکومتی با بازیگر حکومتی کنسله. اینترنت و ملی و صدا سیما کنسله. نیروی سرکوب، قتل، تجاوز و اعدام کنسله. زندانی سیاسی، نقض حقوق بشر کنسله. اسلامگرایی کنسله. مجازات اسلامی و حکومت دینی کنسله. هر شکلی از جمهوری اسلامی کنسله. اصلاح طلب و اصولگرا، مجاهد و چپول کنسله. وسط بازی کنسله. و در نهایت اختلاف طبقاتی کنسله. همه میان توی صد، کسی دیگه از بالا به پایین نگاه نمیکنه، کسی دیگه فخر نمیفروشه، کسی دیگه کینه نمیورزه، کسی دیگه بددلی نمیکنه. همه به هم دیگه کمک میکنن دلی و قلبی و صاف، چون برمیگردن به اصالت و فرهنگ قدیمشون. ختم کلام.